نزد میکروفون اینجا بیا. کی شما؟ رجب زاده شهباز مظفر. چند سال شد کار میکنی؟ 1 سال و 8 ماه محترم جناب. 1 سال و 8 ماه؟ بله. چند خانه داری؟ راست شگو. 3 تا محترم جناب. چند ماشین داری؟ 1 تا. 1 تا نه، راست شگو. محترم من دارم دستم ده. فهمیدم 2 تا من است، 1 تاش از من است محترم جناب. 1 تاش به نام دیگر، 1 تاش به نام خودت. چند سال میستد ماشین؟ چند زبانی خارجی را میدونی؟ 3 زبان محترم جناب. کجا را ختم کردی؟ دیپ اکادمی روسیه محترم جناب ولی دروغ میگوی، ختم نکردی. کنسولش بله ختم نکردی، دروغ نگو. بله ختم کرده نیستم محترم جناب ولی با سبب های پیشت کردم برای نداشتن سواد. چرا از نام فرزندانی رابر دولت میزنی؟ همین کادری جوانی گناهت از موی سرت زیاد است. فهمیدی؟ در کدام ساختاری کار کردی؟ از جای تو جزا قطعی پیشت کردن. از چه کار در قبول کردن؟ من نمیدونم. یگان کسی اطاعت نمیکنه. سلام نمیکنه در تو. چی؟ تو یگان با از آسمان چکیدی؟ قانون برای چی؟ قانون برای کی است؟ گناه نداری؟ کمودی نداری؟ دارم. همین میره ارزت میشه گم میشه. همین کاری که جوانی نباشه کجا ترما را میگیری؟ نه کم از 15 سال. پولای خارجه برآورده کردم یک گردونی. شد. اکثریت را برای منگذرگاه ها، اکثریت را برای ترمینال ها، اکثریت را برای ریاست های گمرک انمی احوال است. شخصان عادی نیستن. از کجا در آمده بودجه میشه؟ کجا را نگاه میکنید شما؟ صدها میلیون میلیارد رفته ایستاده است. میگه بودجه اجرا نمیشه. آموزگار 10-12 ساعت روزی دراز وای میکنه، 700 تومان میگیره. اجرای این کارها برای تاجیکستان همچون کشور